الان باز 2 ساعت اینجام سش. آها یکی دیگه اومد پیداش کردم. Ave Maria pues. سلام، چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ مرسی، تو خوبی؟ چی بود اسمت؟ یادم رفت. نسیم. چند سالته نسیم؟ که سنو نپرس دیگه. از کجایی؟ نه من نپرس. من ایرانم. خب ببینم چی برام مد نظر داری امشب؟ ببین جرأت هم میتونم باید بازی کنم اگه دوست داشته باشی. جرأت موز یا خیار چیزی کنارت داری؟ بادمجون، موز، خیار. نه ولی تخم مرغ دارم الان. ببینم تخم مرغ بذار لای سینه‌ات با دو دست اینجوری شد تق ببینم میشکنه. با باسن که راحت تره. میخوای با باسن امتحان کنم؟ آره باسن. چون آماده ای؟ آمادم. الان خب چونو بیار بالا ما ببینیم چونو. نه قبولی ما نبینیم. نه بریم انگوش کنی خود با انگوش بشکنی و اگه ما باید ببینی. اوکی صبر کن. نه بیار تو تصویر. چونو بیار تو تصویر. اوکیه؟ نه چونو ما نمیبینیم. وایسا. نه قبول اینجوری. بیار پایین‌تر دوربین پایین‌تر. ماشاءالله. ببین این چون واسه این رون نیست ولی یعنی چی؟ این چون خب یه اینجوری بپری دقیقه. یه اینجوری کن. ای دادم بکن دادم. من یه را برم کنم 2-3 دور میچرخه برای خودش. برو خب بده پایین اون شلوار تو. چی؟ شلوار پایین تخم مرغ بزن اون لابش کن دیگه. اوکی. بذار ما ببینیم. این گوشی من نمیتونم چرا سلامتی چونت. میشه جونه. خب نه میبینی؟ ببین میخوای روی سطحی یه ذره بری بالا. روی سطحی بری ما قشنگ ببینیم. بذار گوشی رو میذارم یه ذره. میخوای آهنگم بذاری؟ نه تو اول بشکن تخم مرغ لای چونت. اوکی. یا نره تو چونت گرفتار شی ها. اینجوری نری تو هم با روم بندیل تقیه بزن بشین. آها میدونم. نه اوکیه بلدم. نگران نباش. خب الان اوکیه فکر کنم. اوف وایسا من یه ذره نفهم. وایسا. اوف خب وایسا. اون شلوار تو اولا بده پایین ما ببینیم جرزنی نباشه. خب شلوارتو بده پایین. شورت نه پات نی. چرا کامل؟ خب شلوار پایین اونجوری جرزنی نشه. بده پایین لای لپ کونت بذار ما ببینیم. نه همین توی لگ امتحان میکنم. نه شلوار بده پایین از زمین. اینجوری قبول ممکنه تو لگ چیزی باشه باشی. نه دیگه صحبت کردیم در موردش. خب حالا نه اینقدر تا کامل نده پایین که تا نصف بده پایین اونجا بزن تق بشین. قسمت منتها بالاش. من امتحان میکنم اگه دوست خب داری. باشه رو همون چون بذار. رو چون بذار برو. خب بریم. برو. با دست نشکونی ها. با تخم مرغ. ببین خیلی سفته تخم مرغش. نه شکوندی چه کاری کردی؟
ببینن انگشت توشه، ببینن. خب بذار باش. ولی یه چیزی کردید انگشت توشه. برو. ببین سرشو ولی سوراخ کردی ها. برو. ولی سرشو سوراخ کردی. نه واقعا. سرشو سوراخ نکردی؟ نه. این کون مال خودته؟ چرا واقعا همین سرعت؟ ببین یه ذره پاش رو دستتو بنداز زیر کون اینجوری. اینجوری کن. آها اوکی. من باید این کون رو باید ببینم چجوری هست. من باید این کون رو در بیارم. رسی الان طبیعه. الان من این موزیک شیک کون بذارم من برات. صبر کن. این کون رو فقط تو بلرز. خب موقع تصیف کرد شعبلمه. ارهو. خوب کاری کردم. درست انجامش دادم. اوف. زشا. من یه موزیک میزم تو فقط کون رو بلرزون. باشه؟ دیجی برو. چون بازا همه آماده باشید. چون بازا. چه میکنه این کون وطنی؟ ببین یه چیزی بیاد کون تو تصویر باشه. ببین به این حالت کون باید اینجا باشه. کون باید تو تصویر باشه. من یه سوال دارم. لایک کون رو یه چیزی رو میتونی قایم کنی؟ لایک کون رو یه چیزی رو میتونی قایم کنی؟ لایک کون رو یه چیزی رو میتونی قایم کنی؟ یعنی چه جوری؟ یعنی مثلا یه چیزی بذاری لایک کونت قایم شه اصلا دیده نشه. واقعا نمیدونم. مثلا چی داری دم دستت اینجا؟ هیچی فعلا. موز خیاری چیزی داری؟ موز. ببین موز خیار چیزی داری؟ موز خیار بادمجون کدو. این خوبه؟ اون یعنی لایک کونت قایم میشه واقعا؟ یعنی لاش منظورته؟ یعنی خب قایم شه دیده نشه. یه جوری لاشو ببندی دیده نشه. تخم مرغ که خوب شکوندم ولی نه تخم مرغ من دیدم انگشتری توش. نه واقعا. اگه تو الان یه تخم مرغ بذاری خب یه جایزه میگیری. تو اگر یه تخم مرغ بذاری لایک بدون کمک دست بشکونی جایزه میگیری. الان چیکار کنم گفتی؟ یه تخم مرغ بذاری لایک بدونی که سوراخش کنی بشکنی. خیلی سفته. خب باشه تو با دستت میتونی کمک بگیری. با چون عضلاتو صفر کن با دستم کمک بگیر. ولی تخم مرغ رو نشکن. با قبل سوراخش نکن تخم مرغ. آها. حالا اینو نرم برات دوست نداری؟ اینم برو ببینیم. چون بازا خودتون آماده کنی. اسم کنم تخم مرغ نگاه چیکار کردم. بذار من کامنت ها رو ببندم. خب
این میکروفون رو چیکار کردم؟ آره انگار ریدی. این شبکه کشو میتونم انجام بدم. این کونو با خود چجوری این ور اون ور میبری؟ این کشو ببینی؟ اونو که منم بلدم. نه اونو که منم بلدم. هم یه سه گنده قایم کن. ببینم این مچ دستتو بذار لای کونت ببینم تو چقدر میره اون لا. مچ دستو. الان نمیشه شما ببینم اون تخم مرغ رو بیاری. من اصلا نمیدونم باید بگم الان بیا. من الان دیگه واقعا الان برو تخم مرغ تو دوباره بیار. تخم مرغ؟ آره. خب یه ذره صبر کن تا بیام بسنم تا 10 ثانیه ببین یا این میوه بیار با کونت اینجوری بشین روش بشکن اینجوری. چی داری؟ اینجوری با کون بزن تق تو بشکن میوه رو. اوکی الان میام 10 ثانیه دیگه میام. کون بازا آماده باشید که میخوام با کون براتون